میفهمم. این که اینقدر ناراحتیم کاملا بهت حق میدم، اما الان مجبوریم صبر کنیم. اون خیلی به این موضوع حساس شده. توی همچین موقعی من نمیتونم با مامانم دعوا کنم و در برابرش وایسم. حق با توه. از کجا معلوم که دفعه بعدی نرید و منو نکشه، مگه نه؟ اینقدر چرت و پرت نگو. میدونم اومده و بهت شلیک کرد و ترسیدی، اما بس کن دیگه، اینقدر بهم فشار نیار. من دارم فشار میارم؟ این که تا حالا پلیس نفرستادم مزرعه یه دلیل داره، اونم فقط توی اجلال و همینطور بچه‌مون. هنوزم داره یه بچه‌مون. تو چرا نمیخوای بفهمی ها؟ تو اصلا میدونی من از دیروز سال چه دروغایی به پلیسا گفتم؟ به خاطر اینکه این وسط به تو هیچ ضرری نرسه آژانس ما به این وضع انداختم اجلال. به پلیس گفتم که یه دزد به آژانسم حمله کرده بود، ولی تو جلو وایسادی داری میگه که بهم فشار نیار. بس کن دیگه اجلال، انقدر خودخواهی هم خوبیت نداره. گفتی خودخواهی؟ تو نمیفهمی فرهاد، خودخواه تویی. به خاطر تو مامانم این موضوع رو فهمید. اگه اون روز یکم آروم میبودی این همه بلاها سرمون نمیومد، فهمیدی؟ خیلی خوب باشه. استرس برای بچه خیلی ضرر داره. چیزی که میشد شد. مامانت هم کاریه که میخواست بکنه رو کرد. این موضوع رو میبندیم. هر جوری که تو میخوای باشه. این موضوع بسته شد. تو باید بری. معلومه دیگه نمیام تو اون مزرعه. میخوام خونه بگیرم. نه خیر، تو باید برگردی فرانسه. مامانم بهت اعتماد نداره. فکر میکنه تو برای من و بچم یه خطر بزرگی. جور دیگه ای هم راضی نمیشه. اون میخواد تو از اینجا بری. تو هم میری فرهاد. چون هممون اینو میدونیم که منطقی ترین راه